لیس علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج، نیست بالای کور تکلیف، ولا علی العرج بالای لنگ حرج تکلیف، ولا علی المرید بالای مریض حرج تکلیف، ولا علی انفسکم و نه بالای خودتان ان تاکلوا که بخوری من بیوتکم از خانه هایتان و بیوت آبایکم یا از خانه های پدرایتان و بیوت امهاتکم از خانه های مادرایتان و بیوت اخوانکم از خانه های برادرایتان و بیوت اخواتکم از خانه های همشیره هایتان او بیوت اعمامکم از خانه های کاکاهایتان او بیوت عماتکم از خانه های عمه هایتان او بیوت اخوالکم از خانه های ماما هایتان او بیوت خالاتکم از خانه های خاله های او ما ملکتم مفاتحه یا آن چیزی که مالک شده در تصرف شماست، مفاتحه کلیدای از خانه، او صدیقکم یا از خانه صدیقتان بخوره، نیست بالایتان کدام حرج، تنگی و تکلیف سرت نیست. خواه در اینجا الله متعال یک حکم دیگره. بسا اوقات کسایی که یک نوع مریضی و تکلیف داره یا احساس کمتری میکنه و اینطور فکر میکنه که ما باید امرای مردم دیگر نباشیم یا از او خاطر نمیخواه که امرای کسی دیگر یک جا نان بخوره. الله متعال در اینجا این موضوع را بیان کرد که نه هیچ گپی نیسته. چرا؟ این تکالیفی است که از جانب الله متعال است. این سبب کهتری و کمی و حقارت کسی نمیشه، بلکه امرای هر کس باید انسان بشینه نان بخوره، احساس کلانی را نکنه. نعوذ بالله. با تاسف که یک تعداد مردم حتی با امرای اطفال خود نمیخواه که بشینه نان بخوره. چرا؟ خدا یک کمی کلان میتراشه که ما کلان هستیم، قطع خوردان نان نمیخوریم. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم امرای عمر ابن ابی سلمه که بچندریش است، امرای از او نان میخورد. از امو خاطر نان میخورد که آداب نان خوردن هم برش یاد بده. از او خاطر گفت سم الله کل مما یلیک، نام الله را بگی بسم الله بگو و بعد از او از دم روی خود بخور چیزی که برات نزدیک است. پیغمبر اسلام تعلیم میداد و از این عار و ننگ نداشت که امرای اطفال خود بشینه نان بخوره. اما تاسف در اینجا امروز بعضی مردم از این بسیار عار میدانه که دبی چی نمیکنه. خصوصا یک طایفه دبینی که خدا یک طایفه خاص میگه و بالکل کسی که طفل در بلوغ نرسیده باشه وقتش نان نمیخوره. این گپ غلط است، خلاف صریح آیت قرآن کریم است. الله متعال او مردمایی که یک نوع مریضی و تکلیف داره واره هم میگه که هیچ کدام حرج نیست. یک توجیه است. دوم توجیه، بس اوقات مردمای جور قطع مردمای کور یا لنگ نمیشینه که نان بخوره. چرا؟ به خاطر که اینطور خودداری میکردن که ما زیادتر میخوریم و خو آیسته آیسته میخوره و چیزی خوب نمیبینه و ما چیزای خوب میبینیم و میخوریم. از او خاطر مبادا در گناه الله متعال مبتلا نشویم. از او خاطر این خوب است که بر کدامش علایده نان باشه و ما قطع از یک جای نباشیم. الله متعال در اینطور موضوعات حرج و تنگیر از بین برده. این موضوعات او قدر قابل چی نیسته که انسان خودداری کنه و یک کوره یا لنگ یا مریضه تو تنها بگذاری، بلکه بسا اوقات یک انسان نان اگر تنها باشه زیاد نمیخوره. زمانی که همراه باشه باز او هم چیسته اشتهایش میایه، اما نان برش لذت داره. قدرت الله متعال است در نانی که به طریق دست جمعی خورده میشه برکت زیاد میباشه. از او خاطر پیغمبر علیه السلام فضیلت سری ده بیان کرده، نان میده شدگی و چیسته. اما در خوردنش که کسی تنها میخوره یا با هم جمع میخوره، دی الله متعال چی داده؟ اجازت داده، تنگیر لازم نکرده، حرج لازم نکرده. دی معاملاتی است که به هر قسمی که برای تو سهولت میه همو قسم باید تو انجام بدی. یکی. دوم موضوع در این آیت است، کسی که ضرورت پیدا میکنه، گرسنه میشه، خوراک میکنه، آیا در تمام چیزا اجازت ضروری است؟ مثل که در خانه کسی داخل میشی اجازت طلب میکنی، البته از مال و خوراکش اگر استفاده میکنی یا قابل اجازت است. الله متعال میگه نه، خانه های است که ضرورت به اجازت نداره. چرا؟ طبعا و فطرتا همونطور است که خانه ها به خوردن امو اقاربش اجن و بخیلی نداره، بلکه وا همیشه خوش میشه که قریبش از خانه از وا بخوره. از امو خاطر الله متعال بیان کرد که نیست بالای چی کور حرجون تکلیف ولا علی الاعرج، نه بالای لنگ حرجون تکلیف، ولا علی المرید، نه بالای مریض حرجون تکلیف، ولا علی انفسکم، نه بالای نفسایتان.
امین شریک شدن در طعام از طرف از وا باشه یا از طرف شما باشه، این صحیح نیست. شما با این فکر نباشی که ما زیاد میخوریم و کم میخوره، و اینطور فکر نکنه که ما خو یک کمی معیوب هستیم چرا قطعی جورا بشینیم. نه، این گپا را دور کنه. انت اکلو که بخوریم من بیوتکم، خوردن بکنه. آل خوردن از کدام خانه اجازه است؟ از خانه خود، او بیوت آبایکم از خانه پدرها، او بیوت امهاتکم از خانه مادرها، او بیوت اخوانکم از خانه برادرها، او بیوت اخواتکم خانه همشیره ها، او بیوت عمامکم خانه کاکاها، او بیوت عماتکم خانه عمه ها، او بیوت اخوالکم خانه ماماها، او بیوت خالاتکم خانه های خاله ها، او ما ملکتم مفاتحه، یا کدام خانه هایی که در اختیار داره کلیدی از او، یعنی تصرف اختیارش پیش توسته، اجازه شده بری تو بالکل خورده میتانی. او صدیقکم، یا از دوستایتانه. در فرزه یک زیارت است. از فرزه کسی است؟ اینه در دم ریم نشسته است. یک زیارت است. و زیارت چرا؟ یادم میگه این قدر متقی بود که یک باغ داشت یک کسی، بازی باغوان بود. همینطور بس باغوان بود. با زمانی که همون صاحب باغ آمده برش گفته که برای ما چی بیار، میوه بیار. یک میوه را برده که او صحیح میوه نبوده، گفته که برای ما میوه بیار. چرا اینطور میوه آوردی؟ باز آورده 3 مرتبه. آخر که سرش قار شده، باز او گفته که چرا توی قدر وقت عمر دی تیر کردی او میوه خوب نمی؟ او گفته که من تا آلی را ای را در دهن نزدم به خاطر که چیسته اجازت نشده. این قدر تقوا داشت. این تقوا نیست. قرآن برات گفته که از این خانه ها بخو. او صاحب باغ، ما از شما سوال میکنم، کسی را که باغوان مقرر میکنه راستی تا نبگه، دمی دلتان است که همی که بادرز میشه سیب مثلا شفتالو و از چیسته در وقتی که آب اعلام میکنه خوشی انگور بخوره، دمی دلتان از همی اول میگرده یا نه؟ میگرده کی باید بخوره. همین طور است یا نیست؟ لیکن این مردم تقوا چی را میگه؟ بگه تقوا که یک دانه انگوری باغوان نخورده. این گپ غلط است. بعد بخوره. الله برات اجازه کرده. این خانه ها کی رفتی خوب بخو، با قصد بخو او خوش میشه. الحمدلله. در خانه دوست کی رفتی نخورم نگو، بخو. تکلیف کشیده تا کی وسط میرسه، از میوهش از گوشتش از همش بخو. چرا که دل از خوش میشه. تکلیف کشیده در باغش رفتی، در هر جای او تو را برده به می خاطر، از امو خاطر در ایجا اجازت است که شما بخوری. اگر چرا این اجازه عمومی است، امی اقارب در بین خود بخیلی در مطلق خوردن نداره، البته در بردن داره. این حال یک اباحت است. اباحت ای را میگه که تو بخو، لیکن یکی است ملکیت است. یک کسی که تو را میمان کرده اینا نیازی برای تو اباحت است، یعنی مباح شده که بخو، در ملکیت تو نداده. از امو خاطر اگر چاکلیت از قاب برداشتی در جیبت کردی دزدی کردی. خب اگر سیب گفتی که جا نمیخورم در نواسم میبرم، این نادرست است. چی ملکیت نیست، اباحت است. تو اونجا آمده ای ضرورت داری امی قدر بخور. اجازه اگر طلب کردی جدا مسئله است. لیس علیکم جناح نیست بالای شما جناح تنگی و مؤاخذه ان تاکلوا که بخوری جمیعا یک جای کلیتان در یک کاسه جمع شوی، او اشتاتن یا علایده تنا بری خود خواب بگیری یا کاسه جور کنی. فاذا دخلتم بیوتن، هرگاه که داخل شدی در خانه ها، فسلموا سلام من بندازی علی انفسکم، بالای نفسایتان سلام بندازی. یعنی کسی که در خانه است به مثل نفس خودیت است، امور رقم حیثیت داره، از او خاطر سلام بندازی. یا است که اگر کسی در خانه ها نباشه با سلام سری خود میتون، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. تحیتا من عند الله، ای پیشکش است، سوغات است از جانب الله متعال، مبارکتن کی ای برکت الله دو انداخته که سبب محبت میشه و زائل کننده حسد و غضب است. سلام در حدیث پیامبر علیه السلام میگه داخل نمیشه لن تدخل الجنه حتی تحابوا، در جنت داخل شده نمیتونی تا وقتی که در بین خود محبت نکنی. بعد از او پیامبر اسلام صحابه را گفت آیا براتون نشان ندم آن چیزی که شما را اگر او را عمل کنی محبت بکنی؟ صحابه گفت یا رسول الله، گفت افشو السلام، سلام چی کنی؟ عام بسازی به هر کس که میشناسی یا نمیشناسی. او واقعیت همینطور است. اگر دو نفر تیر میشه که سلام نپرته، در بین نفر چی پیدا میشه؟ بغض پیدا میشه. زمانی که سلام پرته
خود به خود امو نفرت و امو حسد از بین میره. امروز خو سلام و کس نمیندازه. اول که ملاقات بشه صبح بخیر شام بخیر ډوډۍ خور صبح بخیر شام بخیر کی کشیده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این تحیه یا سوغاتی است که الله مقرر کرده برای ملاقات دو شخص. دی الله برکت انداخته. سلام پرتی اینجا حکم عام است، کلگی را گفته. اگر زن میاد سلام پرته، مرد میاد سلام پرته. لیکن اگر زن نشسته باشه شوهر بیاید در پشتونا سلام انداخت بینیش میبره. اینقدر بد میدانه. ما از تعلیمات عالی اسلام یقینا دور زندگی کردیم. الله رحم بکنه. آن چیزی که سبب محبت است باید سلام اگر سری کسی دیگه میپرتی نمیپرتی سری زنت سلام پرتو، به خاطر که محبت اضافه شود زندگی رنگ بگیره. اما سری دیگه اجنبی ها سلام میپرتیم خو سری کی آلی خو مردم سری یهودی نصارا و سلام پرتفته رو ایسته او سری قاربی خود سلام نمیپرته. الله رحم بکنه. کذالک یبین الله، این همی قسم الله واضح بیان میکنه لکم برای شما مصلحت شما الآیات احکام خدا لعلکم تعقلون، به خاطر که شما از عقل کار بگیری، یعنی در عملی کردن حکم الله متعال تأمل بکنی تفکر بکنی باز از روی خیلی طبی راست و رضامندی هم حکم انجام بده. انسان که ثمره و مفاد یک حکم بفهمه باز بسیار با چیسته رضامندی و بسیار با طبی چاق گبی کدام و عمل انجام میده. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، یقینا مؤمنا و کسانی است آمنوا بالله که عقیده به الله داره و رسولی به رسول الله داره، یعنی پذیرفته نظام الله رم اطاعت رسول الله رم. و اذا كانوا معه، وقتی که می باشه امر رسول الله على امر جامع، بالای یک امری که جامع است، یعنی او امری که ضروری است مهم است که پیغمبر علیه السلام مردم در موردش جمع کده می باشه، ضرورت به جمع کردنش می باشه، لم یذهبوا نمیره مؤمنا حتی یستاذنوا تا که اجازه از پیغمبر طلب کنه. ان الذين یقینا کسانی که یستاذنون که اجازه طلب میکنه است تو اولئک الذين ای مردم هستند یؤمنون بالله که عقیده به الله داره و رسولی به رسول الله داره. چرا طلب اجازه دلیل بالای ایمانشان است. همونطور خود منافقین واره غل کده نمیکشه. فاذا استاذنوا که وقتی که اجازه طلب میکنه مؤمنا از تو پیغمبر علیه السلام لبعض شانهم برای بعضی کارایشان فاذن لمن شئت، اجازه بده به کسی که تو میخوای مینم از جمع مؤمنا. واستغفر لهم الله، بخشش طلب کو برای از الله متعال. ان الله یقینا الله متعال غفور مهربان ذات است رحیم رحم کننده است. بله مجلس پیغمبر علیه السلام چه حیثیت داره؟ مجلس پیغمبر امر پیغمبر چه حیثیت داره؟ مؤمنا در مقابل پیغمبر چه مسئولیت داره؟ قرآن کریم امین نکته ها را برای ما پیش کرده رایسته. الله متعال آداب نشان میده. صحابه که اینقدر فداکار بود مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه وسلم شناخته بودن. از دو خاطر الله متعال اشاره میکنه که کارا دو قسم است. یکی کارای سرسری است قابل اعتنا و اهتمام زیاد نیست، توسط یک نفر دو نفر انجام داده میشه. دوتر کارا سختگیری سری مسلمانان نیست. پیغمبر یا هر کس که امیر باشه سرپرست یک معامله باشه این ضرور نیست که مردم کلگی جمع شوه و هیچ اجازه نگیره. چرا؟ او عمل و کار توسط یک نفر دو نفر در سر میرسه، ضرورت به کلگی نیست. اما اگر امر مهم بود جامع بود جامع او امر میگه که رأی و نظریات کلگی ضرور است که اینجا جمع شوه، اینجا سرش سنجش شوه. دوتر موقع ملازمت مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروری است. پیغمبر اول دکی نفر روان کنه که فلانی را بیار فلانی را بیار، بس دیگه در مجلس پیغمبر که در امر جامع بود کسیم رفته نمیتونه، عذر پیش کده نمیتونه که ما میرم اینطور کار دارم ما میرم اینطور کار دارم. این در مورد خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن بعد از او کسی که جانشین پیغمبر است امور اجتماعی و خیر دعوت که در پیش داره، کسی که در رأس مقرر شوه امی حکم داره. از امو خاطر بس اوقات شوراهای کسی که مجلسا داره شورا می داشته باشه، یک تعداد دوستا که علما هم هسته فقط بهانه جور میکنه خودش مجلس میکشه، از زرنگی خود کار میگیره، فکر میکنه دیگرها کلش بیعقل
این خیلی هوشیار است. یک تعداد علما همینطور است، جمع میشه در یک موضوع دین، باز چی میگه؟ من یک کمی کار دارم مولوی صاحب، چیزی که فیصله کردی شما هستی دیگه. منظورش این نیست که عالی ما باز قطعی از یاد دیده شویم، امروز از یک جای دیده شویم، یا منظورش است که فیصله رایی بکنه، امضا عزیز سبا که کدام گپ شوه سریزی باشه. این گپا خیلی زیاد سر ما تیر شده او تاسف میکنم که طور علما ما میطور از زرنگی های منافقانه خودکار گرفته که هیچ پرسان نکنه. خب ما میفهمیدم که چی گپ است، خب لیکن افسوس است که ما قرآن نمیخوانیم لیکن خود تسلیم به احکام الله نمیکنیم. چرا توی مجلس خیلی مهمه ترک کرده ای؟ امروز مجلس مهم است، در ترجمه قرآن کریم ما بندوبست داریم، اهتمام داریم، چطور بکنیم؟ امر مهم است، امر مهم است، دستی میشه. این گپ به خاطر میگیم که شما دوستام تنبیه شوی. والا ان شاء الله نماز عید میخوانیم در کدام جای این فرشا طالع میشه یا تکانده میشه، بر یک نفر اینجا باقی نمیمانه، یک نفر. میفهمی که شما گناهگار شدی؟ بالکل گناهگار شدی. یه امر جامع بود، این خدمت دین بود، تو خدا کشیدی. اینی موقع بود که الله متعال از پیشت خدمت دین نمیگیره، تو را محروم میسازه از امو کاری که خیر است، از او کاری که خیر است. اما الحمدلله در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خود صحابه عام همیطور بودن، حالی هم همیطور کسایی ما داریم که حتی کار شخصیش خیلی مهمه ترک میکنه، اما این کارا را ترک نکرده. در کارهایی که اجتماعی پیدا میشه یا بالکل وقت خودم میده و به اخلاص کار میکنه، به اخلاص. اینه چی میکنی؟ بس اوقات شاگرداره ما امر میکنیم که امی مسجد جاری شوه، سعی میکنیم که یک خواهر خود گوشگک میکشه بان که یک دو سه دانه باقی بمانه و او دیگر روزی توانمود میکنه که اولین غمخور اسلام هستم. حالا که من دیدم که حتی یک جارو کردن مسجد هم تو خوش نداشتی که جاری بکنی. از او خاطر شما را میگم اگر ما در کارهای ادنای دین وقت خدا ندادیم، جان خدا قربان نکردیم، در کارهای اعلای دین پدری ما جان خدا داده نمیتونیم، در مقابل دشمن استادگی نمیتونیم. از صفر شروع کنیم. من که دوستا را همیشه توصیه میکنم که یکی به یکی کلگی در سری کور رفته نمیتونه، که کلگی مقابله بکنه. تو از صفر مبارزه را شروع کن. ضرورت سنگر و ضرورت مسجد اردویش است، اردویش است. تو از اینجا تو شروع بکن که در صفر چی کدهی، در مو موقع امو امکاناتی که فعلا در دسترس داری چی کدهی. احساسات تو قابل قدر، قابل احترام. گریان میکنی که من در جهاد میرم، من در جهاد میرم. تو اینجا چی کدهی؟ در جهاد میری خیلی خوب، گریان هم میکنی، احساساتت قابل قدر. خب لیکن تو حالی چی کرده؟ چقدر منفعتت به مردم رسید؟ به دین رسیده؟ به کدام رسیده؟ دوستای ما به جز از اینکه فتوای کفر مردم بده تکفیر دیگه کار نداره، او لاف میزنه که جهاد فرض است، جهاد فرض است. جنابی محترم ما تو را خونه اینجا به جز از اینکه مردم کافر کشیدی دیگه هیچ کار نکردی، بلکه به نام سلفیت چیریش چی کردی؟ آلوده ساختی، بدنام ساختی. تو خب به جز از اینکه خیانت به دین هیچ چیزی را نکردی، باز فتوای کفر مردم هم دادی، خدا مفتی بزرگ هم جور کردی، برو بخیر دیگه. ولی الله متعال همون کاری عظیم هم در نصیبت نمیکنه. چرا نمیکنه؟ اخلاص درست نداری، نیت و اراده درست نداری. یکی از ما فقط چی خدا براتون میگم، ما طبیعتم همی بود که اگر یک طفل برم پیدا شوه ما درس میگم، الف ب را درس میگم و ان شاء الله تکبر ندارم در این مورد. الحمدلله تا عمری که ما در تدریس شروع کردیم فضل الله، البته ابتدا مراحل ما کلمی الف ب را، اولی هم الف ب را درس میگم که موقع برم میسر شوه بالکل، بلکه از دیگه کده ای را مهم میدانم و بسیار با شوق درس میگم. دوستان ما میگفتم که نیت ابی باشه. الله متعال باز مجامع عظیمه براتون نصیب بکنه که درس بگوی. ما کجا یعنی عدم لیاقت ما نعوذ بالله که بیخی بسیار در حالت چی قرار داریم، اما الله متعال ما را در درس تفسیر الله برای ما توفیق مزید نصیب بکنه، در درس تفسیر رسانده. علت چیست؟ از صفر بعد انسان در خدمت دین شروع کنی، از صفر. بعد از او الله برای تزاید میاره.
زیادت میاره آیسته آیسته الله وسعت برات میده الله دیگه امی هوش و گوشت مکمل طرف دین میشه طرف خدمت دین میشه این توفیق الله برات نصیب میکنه خو از ساعت اول از روز اول از گپ سفر از او خاطر دوستار ما بارها میگم که موقع خدمت میشد بعد برچفک استاد باشه اگر یک کار توسط 2 نفر میشه 10 نفر استاد شوی 2 نفر 8 ساعت در بر میگیره 10 نفر استاد شوی در 1 ساعت انجام بده نه تکلیف است نه چیزی دیگه یک مثال براتون میگم دوره تفسیر پشترش چی میشه پشترا چسبانده میشه در هر جای نصب میشه پشتر آمده اما ما یک دانه هم نمیگیرم حتی امی قدر امی همت از خود نمیکنم که 2 دانه چیست یک 2 شرش یک کمک شرش بگیرم لا اقل در مسجد خود یا در جای خود یک پشتر نصب بکنم